بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در قدرت بی همتا، در مذاکرات ضعف. سلام به مخاطبین نسل وطن، من آریا سربلند هستم. تحلیل بنده در ارتباط وضعیت بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و امریکا با ایران است. ایران امروز توانست نزدیک به نیم قرن تحریم ها از طرف امریکا و فشارهای بین المللی را دور بزند و جایگاه خود را در سیاست ملی و بین المللی در جهان حفظ و ارتقا دهد. مخصوصا در خاورمیانه توانست برای حفظ عمق استراتژیک خود کشورهای عربی را در خط سیاستی که جمهوری اسلامی تعریف نموده طرفدار خود سازد و این امر باعث شد تا اسرائیل خواب راحتی نداشته باشد و بالمقابل اسرائیل و امریکا هم تا توانستند علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مخصوصا بعد از طوفان الاقصی بر علیه جمهوری اسلامی و طرفداران خط اسلام شیعه در منطقه عملیات‌های گسترده را برا بیاندازد که اولین ضربه را حزب الله لبنان خورد که حتی منجر به مرگ سید حسن نصرالله رهبر این حزب شد. جنگ بی پایان غزه و سقوط دولت سوریه هم در همین راستا پیش رفت. بعد از پیروزی ترامپ بر ریاست جمهوری، ترامپ با عجله علیه ایران موضع سرگیج کننده ای را گرفت و هر آن ایران را به مذاکرات دعوت میکرد که در ظاهر امر مسئله هسته‌ای و غنیسازی یورانیم را عنوان میکرد و در خفا ملاحظات دیگر داشت تا مذاکرات را به طور غیر مستقیم با ایران انجام دهد. در جریان همین مذاکرات دو طرف اسرائیل و امریکا بر ایران حمله نظامی کردند که باعث انفجارات و کشتار نظامیان و غیر نظامیان گردید که مدت 12 روز را در بر گرفت و به تقاضای نتانیاهو و ترامپ و میانجیگری دولت قطر از سوی امریکا و اسرائیل آتشبس غیر رسمی صورت گرفت. حالا جریان حمله به ایران از طرف اسرائیل و امریکا را نه تنها مردم ایران با گوشت و پوست احساس نمودند، بلکه تمام دنیا نظاره‌گر این تصادم وحشتناک بین ایران و اسرائیل و امریکا بودند. در حالی که این حمله از نظر اخلاقی و حیثیتی ایران را بسیار تحقیر کرد، اما جواب بالمقابل ایران توانست با ضربات کوبنده به حریف خود دردی از شوک وارد شده را بکاهد و جهان به این عکس العمل ایران قدرت ایران را در منطقه باور کردند و یقینا که ایران در سطح کشور این ابهت و جذبه را کسب نمود. فقط جان مطلب ما در همین جا نهفته است. بله، ایران در قدرت بی همتا و در مذاکرات ضعف. آیا مذاکره نرم ایران باعث شکست ابهت و قدرت ایران بعد از جنگ 12 روزه نخواهم شد؟ آیا گاهی به این فکر شده اید که مذاکره پس از جنگ اسرائیل و امریکا را شجاعتر و پرروتر نخواهند ساخت؟ بله، 100%. این جزء از روند طبیعی مذاکرات می باشد که از عدم آگاهی در قضیه و ایجاد ترفندهای تبلیغاتی و روانی طرف را مجبور و مکلف به قبول آنچه ضعف کند می سازد. چنانچه این مسئله در مذاکرات کاملا مشهود است. حالت ضعف در اراده جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، موضع‌گیری‌های مصلحتی در داخل منجر به این خواهد شد که لیست خواهشات طرف را طویل خواهم کرد و شک نباید کرد که کشورهای همسایه ایران مخصوصا آذربایجان خود را در موقعیت بهتر می‌بیند و این بار اوامر اسرائیل و امریکا را بهتر از قبل پیش خواهم برد. حالا مقصر را باید پیدا کرد که چه کسی علاقمند و مشتاق مذاکره است. بله، مقصر خودش در صحنه و دمش گرم است. مقصر صداهایی است که از یک سر 3 صدا بیرون می‌کند. تا زمانی که از یک سر 1 صدا بیرون نشود، مشکل ایران همان است که است. ختم.